الله سبحانه و تعالی یکی از حکمت های بلا، مصیبت برای چی میفرستاند بیان کرده در ابتدای سوره عنکبوت، در سوره به نام تارتانک، در آیت اول و دوم و سوم میگوید که الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. الف لام میم. آیا مردم گمان میکنند که بعد اینکه اسلام آوردند، ایمان آوردند، همین گونه به امتحان، به آزمایش، به فرستانیدن بلای مصیبت ها به حال خود گذاشته میشن؟ مسلمان فکر میکند که به بلا زندگی میکند. مگر همین خیلی فکر میکنید؟ این فکر شما غلط است. ولقد فتنا الذین من قبلهم، ما آنهایی که از شما پیش گذشتند در این دنیا زندگی کردن، آنها را به فتنه ها گرفتار کردیم، به مصیبت های و بلاها گرفتار کردیم، یعنی امتحان کردیم. برای چی؟ فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین، تا اینکه الله تعالی راستگوی ها را و دروغگوی ها را از بین شما جدا کند. الله تعالی میداند، ولی برای خود ما و برای اطرافیانمان کی بودن ما را معلوم گرداند. بعد مصیبت انسان ایمانش از بی ایمانیش یا از ضعیفی ایمانش معلوم میگردد. و حضرت مولانای روم هم در مثنوی خود از همین آیت استنباط کرده، میگویند که آن خدا را میرسد کو امتحان، پیش آرد هر دمی با بندگان، تا به ما را نماید آشکار، که چی داریم از عقیده در سرار. از جانب الله تعالی هر دم مصیبت، بلا، امتحان ها آمده می استد تا به ما را نماید آشکار، ما فهمیم که ما چقدر ایمان باوری به الله تعالی داریم. تا به ما را نماید آشکار، که چی داریم از عقیده در سرار. چقدر ما عقیده داریم. وقتی که انسان به سرش مصیبت آید و روی کنی و موی کنی کند، داد و فیغان کند، یا از این بدتر دست به خودکشی و خودسوزی زند، این دلالت میکند که این بنده در ایمانش خلل است، در باوریش به الله تعالی و به وعده های الله تعالی کمبودی هست. اگر او ایمان کامل، عقیده مستحکم می داشت، در مصیبت ها مانند کوه استوار می ایستاد.